کلید این کمد کجاست؟ دنبال چترم میگردم مامان. واسه وقتی که بارون میاد. من نمیدونم، برو از بابا بزرگت هم بپرس. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره. صدق الله العلی العظیم. چی میگی بابا؟ چتر من ندیدی؟ چتر تو رو؟ نه بابا، ولی من فکر کنم که تو خونه ماست، تو کموده باید باشه. برو یه سر بزن. وای میستدی با هم میرفتیم بابا جون. چه عجلی هم دار. سلام علیکم. سلام علیکم خوب هستین؟ تقبل الله. قبول باشه انشالله. من در خدمت شما هستم. آقا فردا بنا شد با اهالی بریم سر زمین ها. صحیح. که این مدت چند سال خشک شده به خاطر کم آبی و عدم بارش بارون و اینها. بنا شد که بریم نماز بارون بخونیم. انشالله شما تشریف حاج آقا من در خدمت شما هستم. خدمت از پس انشالله میبینیمتون فردا. من در خدمتتون هستم. همینا دارید. التماس و دعا دارید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. اینجا نبودش. خدا کدوم کمد بود؟ کجا رو میگفت؟ آخ جون، بالاخره پیداش کردم. وای ممنون، بالاخره پیداش کردم. بالاخره پیداش کردم. سلام بابا. سلام. بالاخره رسیدی؟ آره رسیدم. داشتی با هم دیگه میومدیم اینو. چطور پیدا کردی؟ آره پیدا کردم. کجا بود؟ توی کمد بودش. خیلی خوب. حالا بابا لباسو در بیاره، یه چای خوب بهت بده. بابایی جونم. دیگه بریم چه پیش شما بمونم؟ حتما عزیزم، حتما خوشحال میشم من. حتما. آقا یه چایی واسه بریزه، یه چایی واسه خودش بریزه. من کم میزم واسه. چشمم. بیا بابا. این چایی، اینم قندش. من یه چایی واسه خودم بریزم، یه سیگارم بکشم که خیلی خستم. خواستم برم بگیرم بخوام. آخه گردم اجازه نمید. پسرم، آقایی پسرم، بیدار شد. من میخوام برم حالا حاجوها مسجد. تو هم میری با من بابا؟ خیلی خوب. خودتو آزاد کن. بلند شو منم برم مسجد نمازمو بخونم، یه وضو بگیر و بریم نمازمو بخونم. خیلی خوب. خیلی بابایی قرار نبود که ما دعا کنیم بارون بیاد، الان که داره بارون میاد. خب بارون اومد الحمدلله. ما به هر کسی که قول دادیم باید به تعهد خودمون عمل بکنیم. ما قول دادیم به خدا که دعا کنیم به درگاه خدا که بارون بیاد. خداوند بارون برامون فرستاد الحمدلله.
بابا این بارون چقدر قشنگه، من تا حالا ندیده بودم. این نعمت خداست پسرم، باید شکر کنیم. جای شکرش باقیه. نعمت خداست بارون اومده. بابا این فقط حاج آقا اونجاست که بقیه کجا؟ حالا بریم پل حاج آقا ببینیم چیه، ببینیم چی کار میکنه. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. حاج آقا ما خدمت رسیدیم، و دیگران کجا هستن؟ نیومدن. متاسفانه به موقع عمل که میرسه مردان واقعی کم هستن. بله. خداوند در سوره ابراهیم میفرمایند لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. میفرماید که اگر شما شکر نعمت کنید نعمتتون زیاد میشه، ولی اگر که کفران نعمت کنید خداوند عذابش شدیده. در آیه بعدی میفرماید که ای بنی اسرائیل اگر که تمام شما کافر بشید ظلمی به خدا نمیرسه. این که ما با اومدن اینجامون اگر هم نمی اومدیم تفاوتی برای خدا که نمیکرد. ما محتاج این بودیم که بیایم اینجا استغاثه کنیم که بارون بباره. حالا به نظر من میگن لحظه بارش بارون لحظه استجابت دعاست. بیاید همگی دعا برای فرج آقا امام زمان کنیم. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج.